سلام، من سلمان کارمند اداره پلیس هستم. کارمند بخش عملیات یا خط تلفن فوری. هر تماسی که مربوط به مشکلات یا افرادی باشه که به کمک نیاز دارن رو پاسخ میدم. خب من با 2 تا از دوستام محمد و حسن قرار گذاشته بودیم که یکم توی منطقه صحرایی اجاره کنیم و این 2 شب رو اونجا بگذرونیم. مخصوصا که امروز آخر هفته است و امروز پنجشنبه است. ما میریم پنجشنبه و جمعه رو میمونیم و شنبه برمیگردیم. و شما میدونید که آخر هفته یه حال هوای کاملا متفاوتی میخواد. از مرکز پلیس اومدم بیرون، گوشیم رو برداشتم و شروع کردم به زنگ زدن به دوستم محمد و بهش گفتم ها پسر، شیفتم تموم شد، شما کجایین؟ اونم گفت من و حسن داریم میایم دنبالت. گفتم باشه، بیایید دنبالم، من تو خونه منتظرتونم. میخوام لباس عوض کنم و 5 دقیقه دیگه من آماده‌ام. لباس عوض کردم و دوستام اومدن دنبالم و من رو برداشتم و به سمت یک منطقه صحرایی رفتیم. تو این منطقه یه شرکت بزرگ یه جورایی مثل استراحتگاه درست کرده بود. چادر میذاشتن و به هر چادر یه شماره میدادن. خوشبختانه چادر ما بزرگ بود و اطرافش منطقه صحرایی و سرویس بهداشتی داشت. یعنی بهترین حال و هوا رو تجربه میکردیم. فاصله بین چادر ما و نزدیکترین چادر حدوداً 1 کیلومتر بود و اوضاع از هر نظر عالی بود. رسیدیم به محل و چادر رو تحویل گرفتیم و شروع کردیم به پیاده کردن وسایلمون. ولی تقریباً نیم ساعت نگذشته بود که یه صدای داد و فریاد عجیبی از چادر نزدیکمون شنیدیم. به همدیگه نگاه میکردیم و محمد گفت سلمان اینا چشونه؟ چی شده؟ دزد اومده سراغشون؟ گفتم شاید، بریم ببینیم چی شده، شاید مشکلی پیش اومده. و واقعا من و 2 تا دوستام رفتیم به سمت چادری که نزدیکمون بود. به همین که رسیدیم یه مرد با قیافه عجیب دیدیم که ریش سفید داشت و یه بچه تقریبا 5 ساله همراهش بود و معلوم بود یه خانم هم باهاشونه. یه خانم داخل چادر بود و این آقا وایساده بود و با تعجب به ما نگاه میکرد. سمت راست هم یه مرد دیگه داشت باشون حرف میزد و بینشون یه مشکلی پیش اومده بود. ما وایسادیم و همین که پیاده شدیم شروع کردم بهشون گفتم چی شده برادران؟ صداتون تا آخر دنیا میره، چی شده؟ و اون موقع تعجب کردم که اون آقا میگفت برادر این ریش سفید نمیدونم کیه، نمیدونم از کجا اومده. من این چادر رو اجاره کرده بودم و بعد من و بچه‌هام خواستیم از اینجا بریم و وقتی به ماشینم رسیدم فهمیدم پولام گم شده. گفتم پولات؟ گفت بله، تو کیف پولم پول داشتم، پولام گم شدن و من مطمئنم که داخل همین چادر جا گذاشته میشون و فکرشو بکن همین که برگشتم به چادر من مطمئنم که کارگرها هنوز نیومده بودن. این آقایی که تو این چادر نزدیک ما ساکن بود رو دیدم که اون و پسر کوچیکش اومدن داخل چادر، انگار یه چیزی پیدا کردن. من مطمئنم پولام پیش اونه. به اون آقایی که ریش داشت نگاه کردم که داشت گریه میکرد، با یه نگاه خاصی به ما نگاه میکرد و قسم میخورد که هیچ پولی پیدا نکرده و میگفت برادرا درسته این آقا منو دید که رفتم داخل چادر، ولی فقط میخواستم چادر رو ببینم که بزرگتر از چادر ما هست یا نه، اگه باشه بیایم اینجا. ولی به خدا قسم نه پولی پیدا کردم و نه پولی برداشتم. اون آقا میگفت دروغ میگه، من بهتون میگم بچه هامو بردم تو ماشین و وقتی داشتم برمیگشتم دیدمش اون و پسر کوچیکش رو رفتن داخل چادر. این پسر بیا اینجا پسرم، تو پولا رو برداشتی؟ و یه دفعه پسر بچه با یه نگاه ترسیده به ما نگاه کرد و فرار کرد داخل چادر و صدای مادرش رو شنیدم که داشت بچه رو آروم میکرد. اما پدرش میگفت از خدا بترسید، به خدا قسم پولی ندارم، خواهش میکنم بفهمید شما بچه و زنمو ترسوندید. من مثل شما اومدم تو این چادر بشینم، میخوام زن و بچه‌م یکم استراحت کنن، من پولی بر نداشتم. که اون آقاه گفت ببین اگه الان پولا رو در نیاری به خدا قسم زنگ میزنم پلیس. گفتم نه برادر، نه به پلیس زنگ نزن، من سلمان هستم، من کارمند مرکز پلیسم
گفت به به، حالا که شما پلیسید میخوام اینو دستگیر کنید و پسر کوچیکش رو هم باش بیارید. اگه پسرش رو بگیرید باور کنید اعتراف میکنه که اونا پولا رو برداشتن. گفتم برادر آروم باش، 1 دقیقه بذار با آقا صحبت کنم. گفتم آقا شما میگید بعد از اینکه این آقا خانواده اش رو برد و رفت شما وارد چادر شدید، درسته؟ گفت بله اعتراف میکنم وارد چادر شدم. گفتم خب پولی پیدا نکردید؟ گفت به خدا قسم هیچی پیدا نکردم، قسم میخورم نه پولی پیدا کردم نه چیز دیگه. و گفت من میخوام یه چیزی بهتون اعتراف کنم. این آقا و زنش وقتی رفتن من و پسر کوچیکم رفتیم داخل چادر که ببینیم غذایی مونده یا نه. گفتم غذا؟ گفت بله، من وضع مادیم خوب نیست، من و زنم 2 روز چیزی نخوردیم. گفتم شاید این خانواده غذایی گذاشته باشن، ولی به خدا قسم پولی پیدا نکردم و اگه هم پولی بود من اونها رو نبردم. گفتم ازش استفاده نمی کنی؟ این حرفا قدیمی شده، داری فیلم بازی می کنی. و اون یکی آقا گفت گوش کن، حرف این پیرمرد رو باور نکن، میگم پولا رو در بیار، دزد بهتره برات. گفتم برادر آروم باش بذار من با این آقا صحبت کنم. شما برگردید به ماشینتون، سعی کنید اونجا رو خوب بگردید و ببینید اون کیف پول اونجا هست یا نه. گفت میگم مطمئنم که این آقا اونا رو برداشته. گفتم خب برادر گوش کن، معلومه که این آقا مصممه که شما پولا رو برداشتید، ما شما رو میبریم مرکز پلیس. گفت چرا برادر؟ چرا منو میبرید مرکز پلیس؟ خب گوش کنید من یه چیزی بهتون میگم، من 200,000 تایی دارم، اونو بهتون میدم و از این مشکل خلاص میشم، نظرتون چیه؟ من رو به اون مرد کردم و گفتم برادر ازش 200 تا بگیر و این جریان تموم کن. گفت نه من ازش 200 تا نمیگیرم، اون 300 تا برداشته، حالا که اعتراف کرده به میخواد پول بده پس حتما برداشته. گفت به خدا قسم هیچی بر نداشتم، ولی خب این 200 تا رو بگیرید، همین قدر دارم، خدا پدر مادرتون رو بیامرزه، بگیرید و خلاص کنید. گفتم خب 200 تا رو بیار. 200 تا رو ازش گرفتم و به اون آقاه دادم و اون آقایی که ریش داشت برگشت به چادر، ولی انگار اشک تو چشماش جمع شد. گفتم خب آقا اینو صدقه حساب کنید، معلومه که این آقا محتاجه. گفت خوبه که 200 تا برگشت. 200 تا رو گرفت و رفت طرف ماشینش. من و دوستان برگشتیم به سمت چادر، ولی فکرشو بکنید تقریبا 10 دقیقه نگذشته بود که یه دفعه همون آقایی که ادعا می‌کرد پولش گم شده دوباره برگشت و بهم گفت وا ویلا. گفتم چه شده؟ پولاتو گرفتی دیگه چی میخوای؟ گفت وقتی برگشتم به ماشینم زنم پولا رو پیدا کرده بود، یعنی معلوم شد من به اون بیچاره تهمت زدم و به اون آقا ظلم کردم. گفتم اون آقا داشت برامون قسم میخورد، معلوم بود راست میگفت، ولی شما خیلی بهش فشار آوردین. گفت چیکار کنم برادران؟ به خدا قسم فکر میکردم پولا تو چادر افتاده بودن، معلوم شد پولا از جیبم تو ماشین افتادن و همین که برگشتم زنم گفت پیداش کردم، بیایید بریم پیش اون آقا. من خجالت میکشم، میخوام ازش عذرخواهی کنم و سرش رو ببوسم و به جای 200 تا 500 تا بهش میدم. زود باشید برادران. ما اون آقا رو برداشتیم و به سمت چادری که اون آقای ریش سفید داخلش بود رفتیم. همین که رسیدیم یه سکوت عجیبی حاکم بود. من شروع کردم به صدا زدن و گفتم آقا میشه بیایید بیرون، کار داریم باهاتون. چند بار صدا زدم ولی هیچ صدایی نشنیدم. مجبور شدم نزدیک بشم و همین که به چادر رسیدم شوکه شدم. چادر کاملا خالی بود، کاملا خالی و هیچ کس داخلش نبود. برگشتم و بهشون گفتم برادران معلومه که اون آقا ناراحت شده، 200 تومن را داد و بلافاصله رفت. گفتن چطور رفت؟ مگه قرار نیست اجاره فردا تموم بشه؟ بعد اون آقایی که پولش پیدا شده بود گفت خب برادران من میخوام از اون آقا عذرخواهی کنم، من بهش ظلم کردم، راه حلتون چیه؟ گفتم هیچ راهی نیست جز این که بری به مدیریت این مجموعه که چادرات توش هستن و شماره چادر رو بپرسی، بهشون بگو اسم اون آقایی که اجاره کرده بود چیه و باهاش تماس بگیر و ازش عذرخواهی کن.
و پولش رو برگردون، وگرنه آهش زندگیت رو زیر و رو میکنه. زود باش برادر، خدا به دادت برسه. گفت خب جناب سرمان، میتونم یه خواهشی ازتون بکنم؟ گفتم بفرمایید، چی شده؟ گفت میخوام شماره موبایلتون رو بدید. گفتم شماره موبایلم؟ چرا برادر؟ گفت شماره موبایلتون رو میخوام که اگه اون آقا رو پیدا کردم میخوام شما باهاش صحبت کنید که منو ببخشه. گفتم باشه، نگران نباش. خب یادداشت کن. و اون شماره رو نوشت و رفت. من و دوستان برگشتیم وسایلمون رو بذاریم و شروع کردیم کباب درست کردن. شام خوردیم و بعد از آن شروع کردیم به چای نوشیدن. بعد تصمیم گرفتیم بریم داخل چادر که برای خواب آماده بشیم. ولی فکرشو بکنید 10 دقیقه نگذشته بود که یه صدای عجیب شنیدم، صدایی که از همون چادر می اومد. من یکم احساس آرامش کردم. گفتم حتما اون آقا دوباره برگشته. به طرف اون چادر رفتم و همین که رسیدم دیدم یه خانواده کاملا متفاوت وارد چادر شده و خبری از اون آقا نبود. من هم بعدش رفتم به سمت مدیریت کمپ و داشتم ازشون درباره چادر شماره 9 میپرسیدم که همونجا شوکه شدم. اونا بهم گفتن که این چادر خالی بوده و تقریبا نیم ساعته که یکی دیگه اومده بود و اونو رزرو کرده بود. بهشون گفتم برادر اشتباه میکنی، نیم ساعت چیه؟ یه آقا اونجا بود با یه بچه کوچیک، حتی یه آقایی با یه ریشه بلند و یه کم سن بالا. گفت ای پسر، میگم این چادر 2 روزه اجاره داده نشده، خالیه، بفهم 2 روزه. گفتم خب اون آقای سیبیل کلوف اومد اینجا و اطلاعات ازتون خواست، چی شد؟ گفت میگه یه نفر رو متهم کرده و شمارش رو میخواد که ازش عذرخواهی کنه. ما بهش گفتیم کسی ساکن نبوده و خداحافظی کرد و رفت. خدا به دادتون برسه، امشب انگار شب سختیه براتون بوده. من هم برگشتم به چادر، دیدم محمد و حسن خوابیدن، ولی من تا صبح نگران بودم. چه خبر شده؟ چه اتفاق افتاده؟ چطور ما اون آقا و زن و بچهش رو دیدیم و این سیبیل کلوف که تو چادر بغلی بود اون بیچاره رو به دزدی متهم کرد؟ بعد چطور مدیریت کمپ میگن کسی ساکن نبوده؟ ممکنه دزد باشن؟ ولی چطور؟ ای خدا. اون آقا میگفت از گرسنگی دارن میمیرن و اون و زن و بچهش اومدن دنبال غذا بگردن. شاید یواشکی تونستن برن داخل چادر و اینجا ساکن بشن و از این که چادر خالی بود از آن استفاده کنن. معلومه که مدیریت این مجموعه اصلا متوجه نشدن. آره خب نوش جونشون. من میگم شاید همین که فهمیدن من پلیسم دست پاچه شدن و ترسیدن و 200,000 تا رو دادن به این سیبیل کلوف، در حالی که اصلا دزدی نکرده بود و خواست از اینجا بره. ساعتها گذشت و روز بعد که جمعه بود مثل شب اول تا دیر وقت بیدار بودیم و وقتی خواستیم بخوابیم دوستان بلا فاصله چشماشون را بستن و خوابیدن. ولی من داشتم با موبایلم ور میرفتم که یه دفعه متوجه یه چیز عجیب شدم. انگار یه نفر دم در چادری که ما توش خوابیده بودیم وایساده بود. آره یه حرکتی حس کردم. با خودم میگفتم نکنه سگ یا گرگ باشه، چون ما توی منطقه صحرایی بودیم. حتما بقایای غذا یه حیوانی رو جذب کرده. همین که خواستم برم بیرون یه دفعه با یه منظره وحشتناک روبرو شدم. یه بچه کوچیک تقریباً 5 یا 6 ساله بقایای غذا را برداشت و گذاشت تو کیسه و بلافاصله فرار کرد. یا خدا، منظر وحشتناک بود، فکرشو بکنید. و شروع کردم به صدا زدن و گفتم هی پسر، هی بیا اینجا، وایسا. ولی اون بچه اصلا نایستاد. یک لحظه خوب به اون بچه نگاه کردم. آره همین بچه‌ای بود که تو چادر شماره 9 بود، پسر همون پیرمرد ریش سفید. اون بچه به سمت چادر شماره 9 رفت. خب همونطور که دقیقاً حد زدم اون مرد ریش سفید و خانواده‌اش حتما آدمایی هستن که وضعشون خوب نیست و از پشت صحرا دزدکی میان و وارد چادر شماره 9 میشن. منتظر میشن مردم بخوابن و تو چادرها دنبال بقایای غذا میگردن. من اون بیچاره رو متهم کردم و با خودم گفتم معلومه که تو چادر شماره 9 نشستن و مدیریت این مجموعه هم نمیدونن که اونا اونجا. گفتم بذار همونجا بمونن و صبح زود میرم و با اون آقا صحبت میکنم و داستان اون سیبیل کلوف رو بهش میگم
که میخواد ازش عذرخواهی کنه و 200,000 تا رو بهش پس بده و یه انعامی هم روش بذاره. بهترین کار اینه. برگشتم تو چادر خوابیدم و صبح بلند شدم. بعدش به سمت چادر شماره 9 رفتم و همین که رسیدم دیدم کاملا خالیه. انگار هیچ کس واردش نشده. خدا خونه‌ات رو خراب کنه. خدا خونه این پیرمرد رو خراب کنه. اون و خانواده‌اش آروم میان داخل و بدون این که هیچ اثری از خودشون بذارن میرن بیرون، طوری که محال کسی شک کنه شب اینجا بودن. یا خدا، معلومه که عادت کرده این کارا رو بکنه. خب من و دوستام هم از اونجا رفتیم و هر کدوم به خونه هامون برگشتیم. من به خونم برگشتم و روز بعد طبق معمول رفتم سر کار. ولی فکرشو بکنید دوستان، وقتی تو شیفت شب سر کار بودم تماس‌های معمولی داشتم، تماس‌هایی درباره تصادف، مشکلات و دزدی، تا اینکه یه تماس خیلی عجیب بهم رسید. تماس از طرف یه نفر بود که بهم گفت الو، سلام برادر، خدا قوت، میخواستم کمکم کنی. گفتم کمکتون کنم؟ گفت بله، میخواستم کمکم کنی، من ربوده شدم. گفتم ربوده شدید؟ چطور این آدم ربوده شده داره تلفن میزنه؟ گفت برادر گوش کنید، من یه نفر رو پیش شما تو مرکز پلیس میخوام به اسم سلمان. گفتم من سلمان هستم. گفت شما همون سلمان هستید که 2 روز پیش من و شما همدیگر رو توی کمپ‌های صحرایی دیدیم؟ گفتم شما کی هستید برادر؟ گفت من همونی هستم که من و شما همدیگر رو دیدیم، سیبیل کلوفتی که کیف پولش رو گم کرده بود و بهتون میگفت پول توش بوده و بعد یه پیرمرد رو دیدیم با یه بچه. گفتم آره خب. گفت من اون شب رفتم پیش مدیریت و درباره چادر شماره 9 پرسیدم و اونا گفتن کسی ساکن نبوده و من هی سعی کردم براشون توضیح بدم ولی فایده نداشت. گفتم آره برادر، من خودم رفتم و پرسیدم و شوکه شدم که اونا به هم گفتن چادر شماره 9 اون شب کسی داخلش نبوده، با اینکه من و شما اون پیرمرد ریش سفید رو دیده بودیم ولی اونا میگفتن که کسی ساکن نبوده. معلومه که اون پیرمرد بدون اینکه کسی بفهمه وارد مجموعه میشه و تو چادر ساکن میشه. گفت خب برادر، الان قضیه فرق کرده. من اون شب رفتم و 2 روز بعدش، یعنی امروز تقریبا ساعت 6 بعد از ظهر، یه دفعه یه نفر ماشین جلوی خونمون نگه داشت و منو سوار کرد و منو دزدید و توی یه خونه گذاشت. گفتم شما رو دزدید؟ چطور برادر؟ گفت همون مرد ریشویی که توی کمپ دیدیم معلوم شد راننده ماشین بوده. منو برد و یه چیزی به صورتم زد و من بیهوش شدم. الان که چشمامو باز کردم دیدم توی اتاق زندانیم و این ریشو اینجاست و داره قسم میخوره که دیگه هیچ وقت از این خونه بیرون نمیرم. میگه میخواد حق خودش و خانوادهش رو بگیره چون من ترسوندمشون و متهمشون کردم و من دارم ازشون عذرخواهی میکنم و اون باور نمیکنه. خواهش میکنم برادر باش حرف بزنید. گفتم باش حرف بزنم؟ شوخی میکنید یا جدی میگید؟ گفت آره به خدا، من ربوده شدم. بعد گفت این خودشه، باش حرف بزنید. الو سلام برادر. نگو برادر، تو منو متهم کردی. من و زن و بچم رو گذاشتی شب گریه کنن. منو متهم کردی به دزدی، در حالی که داشتم براتون قسم میخوردم که دزدی نکردم. الان از این خسیس انتقام میگیرم. گفتم برادر آروم باش. انتقام چی؟ اون آقا آمد پیش من و عذرخواهی کرد و پول را پیدا کرد و به خدا قسم میخواست 200 تومن رو پس بده و یه پولی هم روش بذاره، ولی ما پیداتون نکردیم و وقتی برگشتیم مدیریت میگن شما اصلا اجاره نکرده بودید. گفت آره من اجاره نکردم، هر جا خوشم بیاد میرم، مهم نیست. گوش کن، من فقط گذاشتم این باهات حرف بزنه که بدونی من هیچ گناهی نداشتم. اون به من ظلم کرد و زن و بچم رو ترسوند. زنم باردار بود و از شدت ترس بچه‌مون رو از دست دادیم. بچه‌ای که هممون منتظرش بودیم رو از دست دادیم. من شما رو نمیبخشم. این مرد رو دیگه تموم شده بدونید. این مرد تا آخر عمر خدمتکار ما خواهد بود. خدمتکار چی؟ فکر کردی دنیا شهر هرت عزیزم؟ تمام حرفایی که بین من و شما رد و بدل شد ضبط شده و الان تو دستگاه پلیسه. نصیحت میکنم بهتون که بذارید این مرد بره خونش و به هم زنگ بزنه بگه حالش خوبه.
و برگشته خونش، وگرنه به خدا قسم یه پرونده برات درست میکنم و تمام ماشین های پلیس رو به همون جایی که تو هستی میفرستم، چون این مکالمه موقعیتش رو نشون میده و من الان میتونم بیام و دستگیرت کنم و برات پرونده درست کنم. ولی ببین، من باهات خوب رفتار میکنم و میدونم از اون اتفاق ناراحت شدی، ولی دیگه تموم شد، یه اشتباه بود، بذار اون مرد برگرده خونش. ولی اون پیرمرد گفت برگرده خونش؟ این فکر رو از سرت بیرون کن، اون مرد دیگه تموم شده، تا آخر عمر خدمتکار من و زنم میمونه. گفتم خب یه گروه از پلیس دارن میرسن به همون جایی که هستی، الان تو رو دستگیر میکنن. گفت خودت خسته نکن، هیچی پیدا نمیکنی، نه تو نه پلیس منو پیدا نمیکنین، خدا نگهدار. مکالمه تموم شد و واقعا دوستان، من گزارش دادم به یه گروه بزرگ از ماشین‌های پلیس رو فرستادم به طرف محله‌ای که تماس از اونجا اومده بود. یه محله خیلی قدیمی بود و نزدیک منطقه یه کوهستانی بود و واقعا 10 دقیقه نگذشته بود که یه تماس از طرف یکی از ماشین‌های پلیس به هم رسید و اون پلیس شروع کرد به گفتن ببخشید جناب سروان، جناب سلمان، ما الان رسیدیم به محل. گفتم خب خیالم راحت شد، چی شده؟ خونه رو پیدا کردید؟ گفت بله برادر، ما رسیدیم به همون جایی که شما نشون دادید، همون مختصات، یه خونه قدیمی پیدا کردیم. گفتم خب در زدید ببینید صاحب خونه کجاست؟ اون مرد ربوده شده داخل خونه هست یا نه؟ گفت متاسفانه جناب سروان، ما رسیدیم و در زدیم، هیچ کس در رو باز نکرد. بعد یه نفر اومد بیرون که یه مزرعه نزدیک اون منطقه داشت و از دیدن ما تعجب کرد، از دیدن ماشین‌های پلیس تعجب کرد. ما بهش گفتیم یه تماسی از خونه اومده. گفت محاله، این خونه بیشتر از 30 ساله که متروکه است و اون موقع مجبور شدیم در رو بشکنیم و بریم داخل. حرف اون درست بود، این خونه معلوم بود یه مدت طولانیه که متروکه شده. گفتم متروکه؟ متروکه چطور؟ اون مرد میگفت رو بوده شده و از همین جا با ما حرف زد. گفت به خدا قسم نمیدانم، اگه دوست دارید بیایید و خودتون اونجا رو ببینید. گفتم خب وقت کردم. من و یه افسر دیگر سری خودمون رو به اونجا رسوندیم و دیدیم که حرف پلیس ها واقعا درسته. یه خونه خیلی قدیمی، یه خونه گلی بود که معلوم بود سالهاست متروکه شده. رفتیم داخل و داشتیم چپ و راست رو میگشتیم تا رسیدیم به یکی از اتاقها و شروع کردم به نگاه کردن و ناگهان با یه منظره وحشتناک روبرو شدم. بهتون گفتم مطمئن بودم تماس از داخل همین خونه اومده، ولی چه خبره؟ چرا هیچ کس نیست؟ همین که نزدیک اتاق شدم متوجه یه چیزی شدم که توی یه گوشه آویزون بود، یه چیزی که انگار از یه نفر عمدن آویزانش کرده بود. نزدیکش شدم و یه کیف پول پیدا کردم، یه کیف پول مردونه. بازش کردم و شوکه شدم. تمام کارت‌های شناسایی داخلش مربوط به همون مرد سیبیل کلوف. فهمیدم که اسمش صادق بود و معلومه که کیف پول جدیده و این نشون میداد که اون داخل این خونه بوده. یعنی ممکنه مثل فیلم ها یه زیرزمین زیر خونه باشه و صادق توش زندانی شده باشه. یه گروه از پلیس ها و همچنین یه گروه از مهندسای ساختمون خونه رو بالا و پایین میگشتن، ولی اونا ثابت کردن که هیچ تونل یا زیرزمینی اصلا وجود نداره. بیشتر از 6 ساعت این منطقه رو کامل گشتیم ولی هیچ چیزی پیدا نکردیم. برگشتم به مرکز پلیس و تمام ماجرا را به فرمانده پاسگاه گفتم و اون باور نمی کرد. گفتم بیا با من، میخوام ضبط مکالمه‌ای که تو شیفت به هم رسیده رو برات بذارم و با یکی از متخصصین صحبت کردیم و ضبط مکالمات شیفت آخری رو برامون در آورد. ولی فکرشو بکنید، وقتی ضبط رو آوردیم ضبط خالی بود، فقط صدای من تو تمام مکالمه ها بود و هیچ کس با من حرف نمی زد. انگار مثل یک دیوانه داشتم با خودم حرف می زدم. یا خدا، این داستان یه درد و وحشتی تو دل من گذاشت که تصورش را نمی کنید. همچنان تو همون منطقه می گشتم و از اهالی محله می پرسیدم تا رسیدم به یه مرد تقریباً 70 ساله که نزدیک منطقه‌ای که اون خونه متروکه بود زندگی می کرد. ماجرای کم و اتفاقاتی که توش افتاده را براش تعریف کردم و اون مرد منو شوکه کرد و گفت به خدا قسم از یه چیزی می ترسم.
میترسم اونی که داری دربارش حرف میزنی این ریش سفید باشد. این یکی از جنهای کوهستانه. گفتم جنهای کوهستان؟ گفت آره پسرم، در این کوهستان سالهای خیلی طولانی که جنها توش زندگی میکنند و خیلی معروفه و خیلی از اهالی اینجا صدها ساله که خونه هاشون رو ترک کردن. حتی اون خونه‌ای که داری دربارش حرف میزنی سالهاست که متروکه است. یادم سالها پیش یه دختر از شهر ما فرار کرد و یه جن عاشقش شده بود و اونو اینجا داخل خونه مرده پیدا کردیم. جنها خیلی ها را گول میزنن، مخصوصا کسایی رو که میخوان ازشون خلاص بشن، یا میدزدنشون و یا میبرنشون به کوهستان که اونجا بهشون خدمت کنن. و من گفتم خدمت کنن؟ من تو اون مکالمه شنیدم که یکی داشت میگفت باید ما را خدمت کند. گفت آره پسرم، مواظب باش، از این مکان برو. خیلی از مردم به خاطر چیزایی که اونجا هست فرار کردن. دوست شما ظاهرا یکی از جنها را متهم کرده و همونطور که گفت ترسوندتشون و زن و بچه‌ای که باهاش بوده رو هم ترسونده و از همون شب اونا تصمیم به انتقام گرفتن. حالا که دزدیدنش دیگه هیچ وقت نمیبینیش. باور کن اون مردی که میگی سیبیل کلوف و اسمش صادق بود رو دزدیدن و دیگه هیچ وقت پیداش نمیکنی، اگر اینکه جنها یه روزی ببخشنش. اونجا رو ترک کردم و به خونه برگشتم و باورم نمیشد تمام اتفاقاتی که افتاده بود. 7 ماه گذشت و اون کسی که اسمش صادق بود، صادق سیبیل کلوف، هیچ اثری ازش نبود. همه جا را گشتم ولی از اون مرد هیچ اثری نبود تا اینکه 1 سال گذشت. یک شب خانواده‌اش شوکه شدن که صادق مثل یک دیوانه برگشته خونه ولی هیچی یادش نمی آمد. می نشست و می خندید و ناگهان جیغ می کشید، انگار یه چیز وحشتناک دیده بود. انگار تو اون 1 سالی که غیب شده بود چیزهایی دیده بود که عقلش را کاملا از دست داده بود. و من سعی کردم با خانواده‌اش صحبت کنم که او را به بیمارستان یا پیش دعانویس ببرن، ولی اونا میگفتن حالتش سخته و اصلا مشخص نیست چشه. صادق تا همین لحظه ای که باهاتون حرف میزنم همچنان دیوانه است، همچنان پیش خانواده‌اش و تو محله هست، ولی مثل یک دیوانه با خودش حرف میزنه و همیشه یه عبارت رو تکرار میکنه: من پولت رو برمیگردونم، پولت رو کامل برمیگردانم. و تا امروز این سال تو ذهنمه اینایی که تو کمپ دیدیم، اون مرد ریش سفید، بچه‌ای که باش بود و زنش، آیا واقعا همونطور که میگفتن یه خانواده از جنها بودن که دنبال غذا دور کمپ ها میگشتن و به همین خاطر بدون اینکه کسی بفهمه ساکن میشدن و میرفتن؟ و آیا معقوله که اونا از صادق انتقام گرفتن و بعد از 1 سال ولش کردن؟ همه چی ممکنه، پس مواظب خودتون باشید. برای مشاهده داستان‌های بعدی حتما کانال رو سابسکرایب کنید.